من اسم این روایت گذاشتم نگرانی های امام صادق از دوران آخرالزمان. تو جلد 52 بهار 7 صفحه است. خیلی عجیبه. راوی میگه خدمت ایشون رسیدم، فرمود میدونی اون دوران چی میشه؟ بچه ها بزرگا رو احترام نمی کنند، جوان ها حرف گوش نمیدن، مسجدها خلوت میشه، حق حاشیه میره، باطل آشکار میشه، مؤمن ساکت میشه، امر به معروف تعطیل میشه، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، ربا آشکار میشه، طالب حلال رو مذمت میکنن، طالب حرام رو تعریف میکنن، همجنسگرایی میشه. امام اونجا تذکر میده، میگه طالب الحلال یزم، هر که دنبال لقمه حلال بشه میگن برو بابا، با حلال میشه الان زندگی کرد. طالب الحرام یمده. خیلی دوران حساسی است. چرا ما سفارش کردن چند تا دعا رو خیلی بخونید در دوران غیبت؟ یک، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. اینا هر روز بخونید. یکی این دعای اللهم عرفنی نفسک، بعد میگیم عرفنی رسولک، بعد میگیم عرفنی حجتک. یکی این دعا، اینم خیلی بخوانید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدای الان تو جاده ایم، بعد منحرف نشیم. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا.